مردم بسیار در حالت فقر بیچارگی قرار دارن، حتی سوخت ندارن در خانه. ما خود ما چیز نداشتیم در خانه، مرا میگن صندلی چیز نبان، من نمیتونم، از توان من نمیکشه، شوهرم بیکار است در خانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله را سپاسگزاری میکنیم که امروز تاریخ 20 جنوری 2022 که مصادف است به 30 جدی 1400 توفیق عطا کرد که برای 75 فامیل بی‌بضاعت و مستحق در شهر کابل کمک های صورت بگیره و حمایت مالی کمک را از طرف یکی از برادر بسیار عزیز ما جناب انجینیر صاحب مشتاق از امریکا که اینا کمک ها را به نهاد خیریه احساس فرستاده بودند و نهاد احساس هم به مستحقین توزیع کرد. الله متعال به این برادر ما اجر بی پایان نصیب بکنه و همه ما را توفیق نصیب بکنه تا بتانیم دستگیری بکنیم و خدمت بکنیم تا کشور ما از این حالت بد و بیچارگی ان شاء الله بدر شود. و جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد از امی بیادر ما که به ما کمک کرده، ما ازش بسیار سپاسگزار هستیم. ما 5 نفر در خانه هستیم، یک طفل ما مریض است، دینه شوم تا صبح ما در شفاخانه کتش بستر بدم، 3 روز است که ما در شفاخانه کتش بستر هستم. تو یک مریضی داره که تمام دکترها مرا جواب دادن، گفتن ببر از اینجا خارج ببرش. من نمیتونم، توان من نمیکشه که من از اینجا خارج ببرم، من تداوی زیرا بکننده باشن. خیر ببینن. تشکر زیاد از کلشان که دست مردم بیچاره را گرفت. کمکی کسی کرده بر ما مستحق بودیم. ما خوش هستیم، خداوند از پیشان خوش باشه.